بسیار مواقع پیدا کردیم درباره تقلبکاری آید و پیشوازی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرف زنجیر در دو شما ما در شمیرو کنگیر آمد روز این فسرش کشید دوینجو برده غلطی دویم او در یک چیز آهنی کده دیگر کده همین زد که اینجا ابرو بالاتر هم زد. همین اکون رفتن بودم یا این طرف یادم نیست پاورات کردن بودم یک اودار انا همجا سر بزد و گردم با من شاخ شدم همین شاخ شدم داشت گشته نتونستم نگاه کرده نتونستم که کی اینجا همین هم شاخ شده همین در جای هم میکنم همین دویم اودار یک چیز آهنی کده دیگر کده همین زد که اینجا ابرو بالاتر هم زد همین اینجا هم زد انا همین چیز فرامد همین فرامد من همین حس کردم که اوجه از خود هوش رفته شدم. من دولت خوجایف قابلجان سرجعفرویچ 30 آگوست سال 1998 در شهر دوشنبه به دنیا آمدم. استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه مایکوسکی 44 حجره 1 میبوشم. طرف خانه رفته بودم که از ایدون دیدم رحمت الله زیرو با سگش سرگشت داشت. قریب شدم گفتم که شرف زنجیر در دو شما ما در شمیرو کنگیر رحمت الله زیرو فسرش کشید دوینجو برده غلطی. اما خیمت قریب شدم گفتم که یکی از جایش خسته لباسوش تگیده طرف خونهش رفت. باید قید کنم که من روز 20 یعنی 2 روز پیش از این دیر بیگاهی از سفر خدمتی برگشتم و بسیار مواقع پیدا کردیم درباره تقلبکاری آید و پیشوازی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این کمپانی انتخاباتی و دیگر چیزاتی چون چرا گفتن نمیتونم که این کی بود چی بود لیکن این وابسته بود با انتخابات وابسته بود با آن سفر خدمتی من که بر شهر و ناحیه ها سفر کردم و اونجا مواضع زیاد را خصوصا درباره تقلبکاری حاکمیت محلی آید با پیشواز پرزیدنت همین چیزا جمع کرده بودم. من با ساختارهای حفظ حقوق و مقامات حفظ حقوق یگان باوری ندارم برای که 3 سال پیش هم همین وقتی که حمله شد به من این چیزا که تا حاضر یگان قرار قبول شده گشنی برعکس همه آدمایی که نزد من همین که همکاری میکنند خیش تبار همسایه ها تا همین درجه وایه بیزار میکنند.